بذار یه چیزی رو همین اول رک و پوسکنده بهت بگم. اگه این حقیقت رو ندونی رسما باختی. نه الان، نه فردا، یه روزی که اصلا انتظارشو نداری. حس میکنی یه چیزی کمه، یه چیزی عقب افتاده، یه چیزی اشتباهه و اون یه چیز همینه که الان میخوام بهت بگم. حقیقت اینه که هیچ کس قرار نیست بیاد نجاتت بده. نه اون آدم موفقی که دنبالش میکنی، نه انگیزه‌ای که از تو شبکه‌های اجتماعی میگیری، نه دوستی، نه فامیلی، هیچ کس. تو فقط یه قهرمان واقعی داری و اون خودتی. ببین، زندگی یه بازیه، ولی نه از اون بازیه که توش بشینی و منتظر بمونی تا نوبتت بشه. این بازی اونیه که اگه بلند نشی بازیت نمیدن. بذار واضح‌تر بگم، اگه خودت واسه خودت نجنگی دنیا هیچ وقت رحم نمیکنه. چون دنیا با آدمای منفعل کاری نداره. دنیا عاشق اونایین که بلدن خودشونو هل بدن جلو، حتی وقتی نمیدونن قراره چی پیش بیاد. باید از امروز، از همین الان تصمیم بگیری که منتظر هیچ چیزی نمونی. هیچ اتفاق خاصی، هیچ روز خاصی، هیچ فرصت طلایی نمیاد. فرصت طلایی اون لحظه‌ایه که تصمیم میگیری خودت رو دست کم نگیری. پس یادت باشه، تو انتخاب میکنی که برنده باشی یا ببازی.